هنرپیشه معروف اسپانیایی میگل آنخل سیلوستره هانده ارچل رو در اینستاگرام فالو و پست‌های اونو لایک کرد و با این کارش در رسانه‌ها خبرساز شد. رابیا سویتورک که این روزا با بازی در سریال منو بشنو خیلی پرطرفدار شده، در مورد عملهای زیباییش گفته تا الان به جز جراحی بینی هیچ کار دیگه‌ای روی لب، چشم و گونه هام انجام ندادم. طبق اخبار رسانه‌ها، یکی از بازیگرای مرد متأهل که این روزا با پروژه جدیدش اسمش سر زبوناست و اول اسمش بی هست و از ازدواج دومش هم یه پسر داره، در حال بوسیدن زنی غیر از همسر فعلیش دیده شده. خبرنگاری که شاهد این ماجرا بوده گفته به خاطر پسر این بازیگر این دفعه اسم اونو فاش نمی‌کنه، اما شاید دفعه بعد اینقدر خوششانس نباشه. چاغاتای اولوسوی در حین فیلمبرداری سکانس اکشنی از سریال جدیدش دچار سانحه شد و با کنده شدن دوربین از روی ماشین و برخورد اون به شیشه ماشین خطر مرگ از بیخ گوش چاغاتای رد شد. این روزا کان اورگانجیولو با شکل و شمایل جدیدی که برای خودش درست کرده به کاراکتر بهلول یا همون مهند در سریال عشق ممنوع تشبیه شده. سریال درخت زیتون با بازی توبا بویوکوستون و مراد بوز در 4 روز اول پخش خودش در رده 5 لیست سریال‌های پربیننده غیر انگلیسی زبان نتفلیکس قرار گرفت. قسمت اول سریال زیباتر از تو با عبور از مرز 12 میلیون بازدید در یوتیوب در بین سریال‌های تابستونی امسال تا الان بیشترین بازدید از قسمت اول رو داشته. ایلایدا آکدوان و بسکتبالیست ایرانی روحام کبیر که 3 ساله با هم رابطه عاشقانه دارن، برای گذروندن تعطیلات تابستونی به شهر چشمه رفتن. گفته میشه هازال کایا و علی آتای که یه پسر 3 ساله دارن قراره برای بار دوم به زودی بچه دار بشن و هازال 3 ماهه بارداره. چند روز پیش سرکان چایولو و اوزگه گورال جشن عروسی خودشون رو در قلعه‌ای تاریخی در ورونای ایتالیا که شاهد عشق افسانه‌ای مثل رومئو و ژولیت بوده برگزار کردند. گفته میشه هزینه این مراسم تقریباً 400,000 لیر شده و آیبوکه پوسات و پلین کاراهان از مهمونای این جشن بودند. اوزجان دنیز به همراه پسرش و دوست دختر ایرانی خودش سمر دادگر برای تعطیلات تابستونی به شهر چشمه سفر کردند. به تازگی هانده ارچل به طرفدارای خودش مژده یه پروژه جدید رو داده. اون گفته با اینکه برای این پروژه خیلی هیجان دارم، اما فعلاً برای اعلام کردنش یه کمی زوده. خواننده ترک نیهات دوان بعد از 1 سال رابطه عاشقانه با طرفدار ایرانی خودش آرزو ازدواج کرد. این خواننده برای خواستگاری از آرزو به همراه مادرش به ایران اومد و جالبه بدونین آرزو در روز عروسی 3 ماهه باردار بود. سینم اونسال و حالیت اوزگورساری که به تازگی در سریال محرمانه با هم همبازی شدن، رابطه عاشقانه خودشونو تایید کردند. در حالی که این روزا همه مرو بلعور را با قضاوتاشون تحت فشار میذارن و به تمسخر میگیرن، همسر سابق اون مراد دالکلیچ از اون طرفداری کرد، اما این کار اون واکنش تند و انتقاد شدید مروه رو نسبت به مراد و رسانه ها به همراه داشت. یامور تانری سپسین با آژانسی که کرم بورسین باهاش قرارداد داره به توافق رسیده و این خبر که این 2 نفر قراره از این به بعد برای یه شرکت کار کنن هواداراشونو به شدت هیجان زده کرده. آخه اونا در گذشته با هم رابطه عاشقانه داشتن. به تازگی تعداد زیادی به خاطر اینکه سریال منو بشنو پر از سکانس‌های بوسه، قلدری، دسیسه و حقه‌بازی دانش آموزای دبیرستانیه به سازمان نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه شکایت کردند. اوزهان کوچ به خاطر بارش شدید بارون در آنکارا مجبور شد صحنه کنسرتش رو ترک کنه. این کار اون با انتقاد شدید تماشاگراش روبرو شد و اوزهان از طرف اونا هو شد.
گفته میشه اصل انور به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با تاجری به نام برکین گوکبوداک شروع کرده. چالار ارطغرل به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف و پای راست از کادر بازیگرای سریال تشکیلات جدا شده و در فصل جدید اون دیگه حضور نداره. خواننده ترک لارا و والیبالیست ایرانی مهدی کریمی به تازگی با هم نامزد کردند. اگه کوکنلی و لیور آهیتوف بعد از 6 سال رابطه عاشقانه به تازگی در مراسمی با حضور بازیگرایی مثل کرم بورسین، اویکو کارایل و ایرم هلواجیولو ازدواج کردند. گفته میشه ایمان البانی همسر مورات یلدریم بارداره و این زوج قراره بچه دار بشن، اما چون قبلا ایمان البانی بارداری‌های ناموفقی رو تجربه کرده، این زوج فعلا ترجیح میدن این خبر رو اعلام نکنن. تاریخ عروسی دمت özdemir و اوزهان کوچ مشخص شد و این زوج قراره در 4 شهریور در استانبول در یک مراسم مجلل با هم ازدواج کنند. بوراک özçivit که برای مذاکرات کاری به روسیه رفته بود، در افتتاحیه یک رستوران حاضر شد و با استقبال تعداد زیادی از هواداراش که اکثراً هم خانم بودن مواجه شد. در سکانسی اکشن از فیلم سینمایی 49 چاشنی مواد منفجره در صورت اسماعیل حاجی‌اولو منفجر شد و باعث ایجاد زخم‌هایی در صورت و بدن این بازیگر شد. موفقیت‌های سریال درخت زیتون همچنان ادامه داره. این سریال به تازگی در 37 کشور ترند شده و در رده 7 جهانی قرار گرفته. بازیگر سوریا گورسل چند روز پیش به دلیل سقوط از بالکن خونه‌ای که در اونجا مهمون بود درگذشت. با تحقیقات پلیس مشخص شد این بازیگر به دلیل حمله قلبی تعادل خودش رو از دست داده و از بالکن افتاده. هلینای گییت رسما اعلام کرد که خیلی دوستانه اون و مهمت اوزاندولونای از هم جدا شدن و با این حال هنوز رابطه‌شون خوبه و از دست هم نه عصبانی‌ان و نه ناراحت. گفته میشه لیلا لیدیا توتلو که به تازگی با جیهون ارگین ازدواج کرده 4 ماه بارداره. ایرم هلواجیولو به تازگی جراحی بینی انجام داده. اون در این مورد گفته سالهاست مشکل تنفس دارم و این عمل به خاطر زیبایی نبوده. دیلان چیچک دنیز و نامزدش ثور سوارسون که قرار بود تابستون امسال با هم ازدواج کنن، به دلیل مشغله کاریشون مجبور شدن عروسیشون رو عقب بندازن. مروه بلوور به تازگی رابطه عاشقانه‌ای رو با موزیسیانی به نام مرت آیدین شروع کرده.